Yani ya bastı okey. Diyorum. که تهشه علی دستکش بپوش علی بابا تینره دستمالا تو بده بغل دسته اون چیزی برید کن خوش کن گفتیم حالا بکش چیزی که بهت میاد کریزی درایوره ولی اون انگلیسیه فارسی باید بگی هولدر کری باید بگی رنده جنگی رنده جنگی؟ رنده جنگی آره رنده جنگی در اومد رنده جنگی خوش کن اول دستتو ببین چون جنگجوها از مردن نمیترسن همین باعث میشه زنده بمونن میدونی؟ اول دستاتو خوش کن حاجی این خیلی عمیق بود آره خیلی
ببین اینجا آخه دستکش یه جوری آدم تسلط کامل نداره. داری طبیعت منو ضایع میکنی. منو با پرنسسا اشتباه میگیری. سرما تمام شده. چون هوا سرد بود. مهدی بیا یه وارسی بکن لطفاً. بشو کامل بشو. هنوز برق ندارم. نه ریزاشو همین الان زدم. بیا ببین بیشتر بزنم یا کافیشه. این گرفتگی داره یا نه؟ سولاخ موناخاشو نگاه کن. نگاه کن. بازم میخواد دو تا سولاخ اینه. ببین. نگاه کن. اینو فرو کن تا همه سولاخاش. این کوچیکه این بزرگا. این دو تا کوچیک داره میبینی که؟ نه کو 1 2 1 2 4 تا داره. 4 تا دیگه. و بچه درستانه شونه این داریم آده دونستی مرد و مردانگی برسانه یه سیم کت و کلافته هم هست اگه خواستی بود. همرنگی نارنجی میکنیم. خب میزه پاشین رو میدازش پایین من اتفاق برن شروع کنم پاشین چه بزنم پایین مهدی من با این دستکش آشپزخونه نشد. کش خوشگاه خوش استاد علیزه موقعی از هیچ چی هم نمیترسه. علی مثلا یکی من خورده مثلا از رشت خب میگه میدم بچه های رشت خوشگاه خوش ترتیب بده اون میگه من نمیگم براش مهم نیست کجای دنیا باشی میده میگه بچه های همونجا ترتیب بدن بزنه من داریم اونجا قشنگ خالی کنیم من دارم فیلم میگیرم میخوام بذارم یوتیوب دیگه. حالا من میذارم دیگه. نجارخونی الان تو جای پسر بودن این چیزا هم داره نجارخون. آخه اینو همه میدونن. یه چه میدونم همه کلیپا استاد رو دیدن. همه ندیدن. مهدی قلموی سرباریک ندارین؟ همون بشا فشار بده بابا. علیزه واقعی رفت کنی فشار میرسی به شاه اسماعیل شاه اسماعیل رد کنی میرسی به رحیم ناغلا اونو رد کنی میرسیم به کی؟ عزیزم گزینه زیاده من میگم اینا رد کردن سه یا هر کدوم 15 سال به همون مرد هر سال دیگه این کاره اینا زندگی نکرده باشی این 15 سالایی که جامعه زندگی کرده واقعا از عمر یه خوناشام هم طولانی تره. وقتی جمع میزن وقتی همه این 15 رو جمع میزنی میبینی اوه خودش چیزه. حاجی راحت 100 نفر هستن. یه 1500 سالی میشه عمر هر کدومشون با این تجربیاتشون. یواش بگردم میدونه خلاص خب شو یه لحظه پیش دوی بارم این میگه کشش بانیم هرشن میگه هنگو بسازم
عزیز نامهربونی علی جون رنگ نامالا رو ترک کردن یعنی باید خیلی با کی؟ بله این فردا حالا یه گفته نمیتونی مردی تمام کنیم برنامه رو حالا کیه؟ با هر کی من میشه نمی کنیم یه دقیقه هشت کنه کیه؟ هر کی این مدلی ده او کوه زمین این پیستوله رو بگیر این رنگ رو بپاس اما این رنگ رو نپاس حالا این رنگ پولیستر بوده کیلر بوده خودش کن هرچی رنگ میخوای بپاس رنگ پولیوتان نمیخوای حالا اون رنگ ها دیستریک بوده سرولوژیک بوده آکریلیک بوده یک تون میگه افغان خیش کنیم میگه بیا رنگ ما به لاکه چیزی رو خلا لاک بزن اوریکش بوده اوریکش مملکش رفته آهسته رفته نه کمان طلب رنگی میاد تو زمین میگه باش بیا من نگه کن آخ تو ببین تو موجوده هم ندا پیستولت ندارم خدایا کمپیوترم کمپیوتر باید تازه سوزه که عوض کردم چی باشه این باید ببازه حالا ما یه چیز داشتیم بازی داشتیم ببینم این رنگا حلالی قوی تر از تینر هست براشون چیه؟ انزل Yeah.
اسید نباید باشه چون پیستول ها خودش آهن چیزه فلزه. بچه ها چون آخرش کش داره آدم رو یاد کلمه دیگه میندازه که آخرش کش داره. بذار کلمه مناسب تری بگردیم براش. نه چیزکش، خود چیزکش آقا جان. من الان دارم فیلم میگیرم نباید به زبون بیارم ولی دیگه فهمیدین چی میگم. نه یعنی تو جامعه نشنیدی مردم اینو بگن؟ خب ما نمیریم ذهن مردم که میره. هر کار کنی تهش کش نداشته باشه وسطش باشه اوکیه ولی فقط یک کلمه هست که انقدر رایجه و تهش کش داره. چیزکش. آره کش خوریه میتونیم بگیم؟ نه دیگه اورلو اینو بگی دیگه تابلو برچی جاشو عوض کردی. اورلو لغمه چی؟ علی آقا اورلو زوزرو. میخواید فان باشه بیشتر دنبال جدیتش نیستین ها؟ اورلو تیزیو آقا یه چیزی رو بگید. چی رو؟ تیز رو. خب دیگه علی 1 2 3 علی حاضری. علی آخه مکوین هم مکوین سائقه بود تکراریه. علی مال قالیبافه. اسپید. آقا اسپید رایجه. علی اسپید خوبه. من اسپید خیلی دوست دارم. کلن با بیشتر آدما بر مبنای اسپید رفیق میشم. علی شاه 40% 1 کیلو میزه. بچه حتی شما که تو کار رنگین چون
چون به کار تسلطین به نسبت کارهای دیگه رنگ چیه؟ سرعتتون بالاست واقعا. لذا درسته که ظاهرش کنده ولی در عمل الان فیلم میگه. آره همش چیزه. همش گوشت. شارپیان خوبه شارپیان. تیزیو. یه چیزی بگیر که فارسی انگلیسی داشته باشه، یعنی معادل تیزیو دیگه. تیزرو. خب انگلیسیش چی میشه؟ شارپیان. شارپ رانر، شارپ درایو، شارپ ویل، شارپ ویل. علی بلنده علی بلنده دیگه چیه؟ آوازه بلنده. شخص بلنده. از من بلندترم هست. گریگور کلیگین د ماونتن بود، یارو کوه داداش دوتا داداش. آره تو گیم آف ترونز دوتا داداش گنده بودن، یکیشون نصف صورتش سوخته بود. آره اونا رو میگه. صورتش سوخته بود چون بچگیاش داشت با اسباب بازی داداش بزرگه بازی میکرد کنار آتیش. داداش بزرگه پیداش میکنه همونجا کله داداش کوچیک رو فرو میکنه تو آتیش. چرا به اسباب بازی ها؟ آره که چرا با اسباب بازی من بازی کردی؟ سلامت باشید. خب هزینه‌اش چون نمیشه زیاد فیلم گرفت، من فعلا فیلمو تا همینجا قطع میکنم. خلاصه همه اجزا رو شستیم. ویدیوی بعدی اینا رو اسمبل میکنم، میبندم.